حالا فکر کردین که چطور یه تصمیم به ظاهر کوچیک، یه لحظه سکوت، میتونه سرنوشت یه امپراتوری بزرگ رو عوض کنه؟ امروز میخوایم با هم به دل یه داستان واقعی و فوق‌العاده بریم تا ببینیم چطور یه انتخاب مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر داد. خب، داستان ما از کجا شروع میشه؟ از یه چیز خیلی ساده. نه از یه ارتش بزرگ، نه از یه تاج جواهرنشان، بلکه فقط و فقط از یک نامه. یه نامه مهر و موم شده که توی خودش سرنوشت هزاران نفر رو پنهان کرده بود. اما در برابر این نامه کوچیک یه غول تمامیار ایستاده بود. امپراتوری پهناور هخامنشی، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ که سرنوشت بخش بزرگی از دنیای اون روز به تصمیم پادشاهش بستگی داشت. بیاین یه لحظه خودمون رو توی اون تالار بزرگ تصور کنیم. یه نامه مهر و موم شده به دست یکی از قدرتمندترین پادشاهان جهان میرسه. سکوت همه جا رو گرفته. هیچ کس، مطلقاً هیچ کس نمیدونه داخل اون نامه چیه و همین یه حس سنگینی از انتظار و کنجکاوی رو توی فضا پخش کرده. برای اینکه واقعاً بفهمیم این لحظه چقدر حساسه، باید مقیاس ماجرا دستمون بیاد. امپراتوری هخامنشی فقط یه کشور نبود، تقریباً یه دنیا بود. هر تصمیمی که پادشاه میگرفت میتونست زندگی میلیون‌ها نفر رو از هند گرفته تا یونان و مصر زیر و رو کنه. فکر کنیم چه مسئولیت سنگینی روی دوش یک نفر بوده. و حالا میرسیم به لحظه تقابل. پادشاه مهرنامه رو میشکنه و چیزی رو میخونه که کاملا غیر منتظر است. پیشنهادی اونقدر عجیب که تمام مشاورانش رو یک صدا به فریاد جنگ وامی داره. ببینین کل فشار اون لحظه تو همین تصویر خلاصه میشه. از یک طرف نامه‌ای که یه پیشنهاد عجیب برای صلح و اتحاد داده، از طرف دیگه تمام فرمانده‌ها و مشاوران کارکشته‌اش که فریاد میزنن جنگ این تنها راهه. خودتون رو بذارین جای پادشاه، واقعاً چه حسی داره؟ اما واکنش پادشاه چیه؟ وسط این همه فشار و فریاد، اون کاری رو میکنه که هیچ کس انتظار نداره. سکوت میکنه. در سکوتی عمیق فرو میره تا فکر کنه. یه جمله کلیدی توی منبع ما هست که سنگینی این لحظه رو به خوبی نشون میده. پادشاه ساعتها در سکوت به آن خیره ماند. این سکوت نشانه ضعف یا تردید نبود. این سکوت فضایی برای یک تصمیم تاریخی بود. اینجاست که یه سوال اساسی برای ما هم پیش میاد، نه؟ انتخاب بزرگتر کدومه؟ کاری که همه ازت انتظار دارن و راه ساده تر به نظر میاد، یا کاری که جسارت میخواد و برخلاف جریان آبه؟ و بالاخره اون لحظه سرنوشت ساز فرا میرسه. سکوت شکسته میشه و پادشاه آماده است تا حکمی که برخلاف نظر همه هست اعلام کنه. و جواب پادشاه صلح، همینقدر ساده و همینقدر تکون دهنده. اون راهی رو انتخاب کرد که هیچ کدوم از مشاورانش حتی بهش فکر هم نکرده بودن. خب این تصمیم گرفته شد، ولی بعدش چی شد؟ بیاین با هم ببینیم این انتخاب آروم و خلاف جریان چه موج بزرگی توی تاریخ راه انداخت. اولین و ملموس ترین نتیجه چیزی بود که با هیچ عددی نمیشه ارزشش رو سنجید. جان هزاران انسان. هزاران زندگی که قرار بود توی آتیش جنگ بسوزه نجات پیدا کرد. این میراث واقعی صلح بود. پس ببینین، این فقط یه نه گفتن به جنگ نبود. در واقع یه آره گفتن به آینده بود. با این تصمیم امپراتوری به جای ویرانی وارد مسیر جدیدی از رشد و شکوفایی شد و تاریخ به معنای واقعی کلمه به سمت بهتری رفت. و کل این داستان رو میشه توی این جمله خلاصه کرد. گاهی یک تصمیم آرام بلندتر از هزاران شمشیر فریاد میزند. این به ما یادآوری میکنه که قدرت واقعی همیشه توی هیاهو و خشونت نیست. گاهی توی شجاعت یک انتخاب متفاوته. و در نهایت این داستان یه سوال رو برای هممون باقی میذاره. به نظرتون چه تصمیم‌های آروم و به ظاهر کوچیکی توی تاریخ گرفته شده که دنیای امروز ما را ساخته؟ و شاید مهمتر از اون، کدوم تصمیم‌های آروم ما توی زندگی خودمون میتونه بزرگترین تغییرات رو ایجاد کنه؟